السلام علیکم و رحمت الله و و علیکم سلام. برکاته. برادر سلمان، مقصد بازی معلوم است که ما تاجیکا مقصد در کدام ولایت در کدام سیستم مقصد چه در داخل کشور چه در خارج کشور. خب سطح پیشروی ما چند قدر، مقصد سطح مالداری ما چند قدر و فکر شما باید چیکار کنیم؟ جامعه نو باید بیا برادر، نظام نو بیاد، نظام نو سر قدرت بیا. تا زمانی که نظام نو سر قدرت نبیا، یک رفرم بزرگ نشوه در سیستم اقتصاد، در سیستم صنعت، در سیستم دولتداری از همه مهم یک راهبر عاقل و عادل نبیا، اگر هر کاری را بکنی، هر پیشنهادی را بکنی، هر برنامه را بکنی، تا زمانی که نظامدار، دولتدار فساد زده است، جامعه پیش نمیره برادر. خب این مقصد این فکر شما است. ما یکم چی گفتنی نیستم در فکر شما، ولی ما یک چی گفتنی هستم که اگر که پادشاه که عاقل باشد، خلق نادان باشد، میشه که یک کار کرده. یا که اگر خلق دانا باشه، عاقل باشه، پادشاه که نادان باشد، خلق هم یک کار کرده میتوند. مثلا امروز که ما میبینیم هم خلق نادانه هم پادشاه نادانه. نه اشتباه برادر، من نمیتونم مردم ما همه کلا بگه مردم ما مردم نادان. ما بهترین متخصصا داریم که در سطح اروپا متخصصن، در سطح برنامه امریکایی تا یک تاجیک مشاور رئیس جمهور امریکا است، یعنی نادان است. امریکا و از یک تاجیک نادان با گفت خود گرفته است. ما در بهترین بالنیسه های اروپا، در بهترین بیمارخانه های روسیه، در بهترین بیمارخانه امریکا ما متخصصای بهترین داریم. ما بهترین اقتصاددان داریم، بهترین سیاستمدار داریم که در خارج کشور قرار دارن. یعنی ما این بسیار اشتباه است که ما بگیم که ملت هم نادان است، حکومت هم نادان است. نه برادر، متخصص داریم یا که چی بگم، عالم داریم، پروفسور داریم، دیگر داریم در داخل کشور ما که نباشد، پس بدون که از ما نیست. چرا از ما نیست؟ چرا از ما نیست؟ در فایده دیگر دارد. اونو مجبور فرار کردن برادر، مجبور فرار کردن، از ما بودن اما فرار کردن. براشون امکانات جای کار ندادن، براشون وظیفه ندادن، براشون یعنی که همون امکاناتی که هست، همون دروشگاهی که از باز نکردن که اقتصاددان بروه اقتصادچی بشوه، سیاستمدار سیاستشناس و سیاستمدار بشوه، معلم روه معلم بشوه، نمیدونم دکتر بروه دکتر بشوه، ندادن. خودشون معلمن. مثال رحمانوف سود میشه، پروکرور میشه، دادگاه میشه، امنیت میشه، گنرال میشه، همه چیز فونکسیون خودش اجرا میکنه، تمام با برای یه نفر زندان میکنه، با آزاد میکنه. یعنی به این جامعه پیش میره. برای همین کار چی کار کردن در کار؟ از ساختن جامعه سالم تمام مشکل انسان فقط یک راه حل دارد. همین راه حل هم همین کاخ ستمگر از بین بردن. در طول 30 سال تمام جبهه ها را استفاده بردن، نشد برادر عزیز. در طول 30 سال هر جبهه بود گفت و شنین، مذاکرات، ملاقات، برنامه، تمام هر چیزی که بود کردن، ولی نشد. یگانه راهی که هست برادر عزیز، سیستم ما یک سیستم فرسوده شده است. ما در سطح حتی همون دیپلمی که ما میگیریم، ازبکستان هم را قبول نداره. میفهمی؟ همسایه کشور ما ازبکستان در سطح تعلیم ما را قبول نداره. کجا برسه؟ ما در سطح بین الملل، در سطح کشورهای غربی و شرقی دیگر کجا بروه؟ بله این درست است که دیگر دولت ها مقصد دیپلمایی که ما چه از کالج میگیریم، چه از دانشگاه ملی میگیریم، چه از دانشگاه دیگر است میگیریم، واقعا هم به کار نمیرود. چون که چیزی که در اون دیپلم نوشتگی، چیزی که سواد ایره که در دیپلم بهاگذاری کردگی هستن، در توری نمیگیرد به سواد. واقعا همه در مهاجرتی با وقتی که برادر رو سفر کردن میبینن، من آنها را میپرسم، میگن که ما دانشگاه خوندیم یا کالج خوندگی هستیم، معلم هستیم یا دیگر چی هستیم. خصوص بیا من یک تاشا مثال بیارم. یک برادر اومد در همینجا در مهاجرتی بیکار، باش سلام علیک کردم، صحبت کردم، گفتن چی کاره هستی، در مقصد چی پروفسیا داری که تو با پروفسیا باید بیایی کار کنی اینجا. وقتی که آدم با مهاجرت می آید باید که دستش یک هنر داشته باشه، یک سیستم را بداند که با همون سیستم کار کند. و برای من گفت که من معلمی پروفسیا معلمی هست. من گفتم معلمی مقصد در کدام فن، در کدام
ساعت هستی گفت که معلم فن تاریخ هستم و از تاریخ چند سوال برایش میتیم، هم سوالایی که آسان است، باید هر یک دژ چی گویم باید یک 0.4-5 سوالا را بدوند که وای برادر خدا دروغ نکند یا دانشگاه تمام کردگی یا کالج تمام کردگی نمیدونم میگن. و پس میگم دانشگاه یا کالج خواندی تمام کردی، شما پرکتیک رفته، در پرکتیک شما چه خیلی درس داده که شما هیچی را از تاریخ نمیدونید. خود با زبان خود چنین سخن کرد که مقصد ما میرفتیم لکسیا را میگفتیم، لکسیا وریم تمامش لکسیا را میگفتیم و حضوری میکردیم تمام و همین جنبه است. پس شما خود گپ زنه که آیا این همین را سواد گفتن ممکن است و نه؟ البته نه، البته اینجا نظام معارف کی برای دیپلم زد مدامی که این نفر آموده نیست، این نفر یعنی که عادی ترین سوال ها را نمیدونسته است، چگونه از دیپلم خودش زشی کرده است، چگونه رفته است درس خوانده است، چگونه از یک کورس به کورس دیگه گذشته است. اینجا باید ما سوال در این معلم نتیم، باید سوال در نظام بدیم که چگونه همین نفر 5 سال خوانده است، چگونه دیپلم گرفته است. پس سیستم معارف ما سیستم فرض شده است، کادر تیار نمیکنه، متخصص تیار نمیکنه. هر کسی که میبینه پول میته پیش میره و دیپلم میگیره، زندگیش پیش میبره. همین است دیگه. تا جایی که ما میدونیم مقصد معلوم است، در چشم نمایان است، چی دکان ها، چی دیرکتور های، چی تعلیمگاه باشد، چی دانشگاه باشد، چی کالج باشد، خوراک نصف روزی با معلم ها با دیگر در کافه ها، در رستوران ها کیف و صفا کرده میگردن است. یعنی این بیانگری چی است؟ بیانگر رشوه گرفتن است. چون یک معلم چقدر معاش داره، یک دکان چقدر معاش داره؟ 3000 تا 4000 سومان. از این زیاد این منطقی نیست من بگم 10000 سومان داره، این دروغ میگم. 3 تا 4000 سومان. خب برای 4000 سومان باید میتونه هر روز رستوران بره، برای 4000 سومان فرزند داره، ماشین داره، پول سیوی داره، پول دیگه چیزا داره. پس همین خودش بیانگری اما است که در این در این سیستم چی است؟ کروپسیا جایگیر است. بله. نو یه سوال دیگه میخوام که مقصد مادامی که دولت حکومتی و همه در رشوهگیری غارت کنی مردم رو رنج و عذاب دادن است، ولی مردم باید چی فکر کنه که از همین مشکل آزاد شود؟ باید این خیلی برنامه ها زیاد باشه، دعوت ها زیاد باشه، صحبت ها باشه. در دیگه حالت درست است که تصور که 70 سال حکومت شوروی و بعد از اون 30 سال دیگه حکومت پسا شوروی، بعد از شوروی رحمانوف که عین همون نظام استالینی رفته است. از همین نظام، از همین سیستم آیا ما می‌دونیم یک مردم متفکر بسازیم؟ آیا ما می‌تونیم یک مردم بیدار بسازیم؟ برای این مردم بیدار کردن باید دعوت کرد، باید قربانی داد، باید میدانداری کرد، باید صحبت کرد، متخصص باید بیاد در سطح بالا باید حرف زنه. جامعه ما باید جامعه بیدار شود. برای جامعه بیدار شدن زحمت‌های بزرگ در کنه. نمیتونه یک ملت که 100 سال زیر فشار، زیر تحقیر، زیر تجاوز، زیر قتل کشتار قرار داره در دوام 5 سال الکی از اون ملت یک ملت سر انرژی و یک ملت خیلی بزرگ بسازی نمیشه. برادر عزیز، آهسته آهسته زینه به زینه، برنامه به برنامه میری و تا به همه هدفی که میرسی. ناامید از حاصل باغت مباش، از باغبان نونهالان تو آخر بال و پر خواهند کشید. حتما اون نونهالی که این یک جوانی که 20 ساله است از تاجیکستان روسیه میبیا، سرش تازه است، با مغز او کار میکنی، در مغز او داخل میشی، در فکر او داخل میشی، برنامه تا میسازی پیاده. همین حرفای ما چی است؟ اگر من بیکارم بشینم 3 ساعت گپ زنم، نه، ما میدونم که من اگر لااقل توانم 4000 نفری که مرا میبینن یا بعد از اون 50 60000 نفری که مرا میبینن بالاخره 20 تا او همروز رنج دیدگی است، همروز معاش ندادن، مادری زنگ زد پول نداشت، پدری زنگ زد پول نداشت، فرزند تولد کرد در روسیه بود، فرزندش از دنیا گذشت در روسیه بود. ما گوش میکنه که این بچه راست میگه، اتوماتیک الکی در فکر او فکر انقلابی میبیو. او بچه از همون فکر خامی که تلویزیون، رادیو، رسانه‌های رحمانوف او را مریض کرد، او را در یک پروپاگاندای خام جو کرد، الکی در فکر ایوازشوی میبیو، در فکر انقلاب میبیو. یکی از بخش‌های مهمی که ما در همین بخش اطلاعات مبارزه میبریم بیدار کردن فرهنگ سیاسی مردم است. و ایلا برای ما 3 ساعت 5 ساعت در روی میز نشسته گپ زدن چی فایده داره؟ من چی میگیرم؟ چی برای ما کی پول میده؟ برای ما کسی زندگی میده؟ نه، فقط مقصد ما بیدار کردن فرهنگ سیاسی مردم است. و ایلا برنامه‌های دیگر انقلابی و زیر نظام حرکت از اون زینه به زینه میره. برادر سلامت باشی.
یک سوال دیگه برادر. خب آخرین باشه ان برادر تو جایی که ما برنامه‌های شما رو تماشا میکنیم دیگه برنامه‌های مخالفان رو تماشا میکنیم، فقط دشنامدهی پس زدن دیگر سخن‌ها هست. من یگان برنامه سازی یگان چیز دیگر رو در یگان برنامه شما مشاهده هم نکردم و گوش هم نکردم. تو جایی که من میدونم فقط رحمانوف و رستم دیگر موارد. پس چی باید بگیم برای غیر از این زاینده های همین درد و مشکلات همین از ما کی را بگیم؟ من فهمیدم برادر درد مشکلی این است، نه که شما باید که واقعا اگر مخالف هستید، اگر که میخواهید وطن آباد شود، اگر میخواهید که جامعه بیدار شود، نباید که در هر یک برنامه اتون، در هر یک ویدیویی که شما در یوتیوب میگذارید فقط رحمان رو پس زنید یا دیگر من نمیفهم برادر چقدر از کدام اسمو گپ میزنیم؟ ما کی را گپ بزنیم؟ ما جورج بوش را گپ بزنیم یا کی جورج واشنگتن کی گپ بزنیم؟ خیلی نفهمیدم. یعنی ما رحمانوف گپ نزنیم که تولیدگر این همه مشکلات رحمانوف است، کی را گپ بزنیم؟ برادر اگر که مخالفان 10-15 کس باشد، 10-15 سایت داشته باشند در یوتیوب، در یک روز پس حساب کنه که 15 ویدیو میبره برای فقط برای رحمانوف. یک ویدیوی وای برای خلق، برای پیشروی یا برای یک برنامه سازی نمیبره که مردم با هم برنامه پیش رو با هم برنامه طرز زندگیش دیگه. کدام یک حرکت مخالف، کدام یک حزب مخالف پیش از اوی که میره میدان داری میکنه برنامه‌اش در روی میز میگذاره، میگه برنامه ما همین است. ما در یک حالت جنگی قرار. آیا اوکراین میتونه که برای روسیه تمام اون جایگیری شوی موقعی که داره بگه روسا این هم موقعی ما؟ آیا همین منطقی میشه؟ نه برادر شما خطا فهمیدید. شما فهمیدین، شما میگید برنامه بکنه برای مردم، درست؟ شما آیین‌نامه حرکت خواندین، حرکت گروهی بسیار آیین‌نامه داره، برنامه داره و مقصدش چی است؟ در اونجا همش نوشته شده است. نه برنامه شما دیگر است برادر. برنامه شما فقط دشنام کنی و پزدنی و دیگر از زمان من یکم بار دشنام شدی، من کسی را دشنام کردم؟ نه من نه حکومت دارو را من همون حکومت دارو یکم بار دشنام کردم. چی نکردی؟ چی گفتم مثال؟ چی گفتم؟ من آواز در خوش آواز من ویدیو را نه همین زبان خیلی چی گفتم بگو. گفتم قاتل، درست؟ بله. قاتل نیست رحمانوف؟ قاتل است. پس چی گیجوش دشنام ایرا؟ گفتم ظالم نیست رحمانوف؟ ظالم است. گفتم تجاوزکار نیست رحمانوف؟ پس یک بار فکر نمیکنه تیم مقصد در هر یک برنامه‌تون این گپا رو میگه برای که الان مردم در ما باید برسونیم که رحمانوف سایه خدا نیست، رحمانوف پیغمبر نیست. شما او را تعریف بکنید. رحمانوف قاتل است، ظالم است، تجاوزکار است، خیانتکار است. مقصد ما همین است که مردم چهره اصلی امروز از رحمانوف میدونه کی میسازن؟ پیشوای ملت، معلم تمام تاجیکای روی دنیا، پیشوای تاجیکان این دنیا و او دنیا، هزار فلسفه دیگه برای رحمانوف ساختند و ما پروپاگاندا میبریم. بیز یک حرکت سیاسی پروپاگاندا داره. رحمانوف با همون پروپاگاندا خودش برآمده است. رحمانوف اساسگذار، پیشوا، پسوا، مقدس میتروشه و ما میگیم که دروغ میگه و اثبات میکنیم. رحمانوف قاتل نیست. در بدخشان رفت چند کس کشت. من قاتل بودنش ما اثبات میکنیم. رحمانوف ظالم نیست. اگر ظالم نیست یک مادر عبدالرحمن رو میبره زندان میکنه، یک مادر یک زنه. این چیزایی که هست ریالی است ما برای مردم میرسونیم و هدف ما هم است که مردم تاجیکستان چهره اصلی این حکومت را بشناسه که یا غمخور این ملت نیستند یا یک گروه تجاوزکارا و ظالما و خائنا هستند که بالای ملت دولتداری میکنن. از این زیاد برنامه دیگه در یگام روی دنیا نمیتونه شده برادر. خب برادر اگر که شما فکر میکنید پس شما یک بار فکر کنید که شما فقط جنایت های رحمان را پیشکش مردم میکنید و اون رو ظالم میگه، قاتل میگه، دیگر گپ ها میگید، ولی بدونید که وقتی که شما انقلاب کردن میخواهید مردم با کدام برنامه پیش میره، مردم با کدام سواد، با کدام کار، با کدام پولی که مبلغی که مردم امروز نمیتونه که در عائله خودش، فرزند خودش یا خودش در مهاجرتی چی گویم از جهت مالی چی کنه نجات دهد. خب بعضی برادرها در کوچه ها خوب است، بعضی برادر پول نداره در دیگر جا خوب است، بعضی برادر با چندین هزار پرابلم هایی که امروز در سر مهاجر هستند. واقعا همان سعی رو گشت میکنم
برادرها از برادرها ما میفهمم که 6000 روسی که در بین این رد کرد که مهاجر در بین 2-3 روز این پول رو به دست می‌آورد. 6000 روبل روسی رو اگر 2000 روزی کاریش باشد پس حساب کو که 4 روز یا 5 روز کار میکنند این برای چی که اگر 2000 در روز کار کند 500-600 روبل وای هر روز برای وای راست خود است. بله یا نه؟ خب آخری یه منظور نفهمیدم. نو وای ایکی جو میوه که مقصد خونه شد پر کند یا خونه روان کند میگوید که 6000 10000 میگه فقط در یک آرد پولی و روغن پولی میرسد میگه. پس شما یک فکر کنید که شما یکان برنامه ندارید که مردم پول رو با راه آسانی به دست بیارد، یعنی از جهت مالداری سیر باشند. پس شما چه خیلی انقلاب میکنید؟ ما یک حرکت انقلابی ام برادر، ما یک حرکت سرنگون کردن رژیم، تصمیم در دست ما نیست. البته ما رفت و رژیم سرنگون کردیم و ما برنامه خودمون برای مردم پیشنهاد میکنیم و ده ها حزب حرکت های دیگر که اونا هم برنامه دارن. ما دعوایی نداریم که من راهبری کشور میشم، اینا برنامه ما برنامه یکمون انقلاب چپا کردن رژیم رحمانوف است و مردم انتخاب کنه که کی ارزنده راهبریت است، کدام حزب کدام حرکت. و نه با ما داخل نیم که یک حرکت سیاسی که در میدان جنگ قرار داره در کدام روی دنیا دیده که استراتژی و برنامه دولت سازیش از در میدان جنگ برای مردم پیشنهاد میکنه. این از لحاظ منطقی برادر این گپ منطقی نیست. ما در میدان جنگ قرار تو بیا اعضای گروه شو، تو بیا شخصیت معین کن، ما برای تو برنامه را نشان بدم که در چند صفحه برنامه نوشته شده. ولی حاضر در عین زمان که در جنگ قرار داری رحمانوف در مقابل تو میجنگه، تو میبری در روی میز تمام برنامه تا پیشنهاد میکنی. این خودش علما درست نیست برادر، علما. ما برای تو مثال ریالی آوردم که اوکراین در مقابل روسیه میجنگه، روسیه در مقابل اوکراین. آیا اوکراین میگه که من از کجا تانک روسیه را زده استم؟ نشان میده؟ نمیده. برای چی؟ برای استراتژی جنگی اوکراین همی است. نشان نمیده که تانک روسیه از کجا زده شده است. ما نوارا را میبینیم که زده شده است، توپیت است، ولی از کجا زده شه تخیل نمیکنیم، تصور نداریم که از کجا زده. برادر من یک چی گویم شما. خب شما از من را نفهمیده. شما خیال میکنید که من میگم که شما چی برنامه دارید، چی نقشه کشیدگی هستید که مثلا دولت حقیقی کنید یا حقیقی کنید او رو نشان بدید. نه، من میگم که برنامه بسازید که مردم با طریق اون برنامه از جهت مالداری سیر پولدار شوند یا کار. آیا یک نظامی که این زمان هست با اون نظام میتونی تو برنامه ساخته؟ من خود اصلا همین منطقی گپی خود نمیجا خطا از ما میگیم که برادر عزیز هدف ما سرنگون کردن رژیم، ما یک حرکت انقلاب کردن رژیم و بعد از او ما اینجا ده ها حزب حرکت های دیگه شاید شخصیت های هستن که حالا در میدان سیاست نیستن، برنامه بعد انقلابی دارن و ما اون روز وقتی رژیم کنونی حکومتی یعنی که موقتی ساخته شد، انا او وقت بعد حرکت ها برنامه اساسیشون برای مردم پیشنهاد میکنن. حرکت 24 برنامه‌اش پیشنهاد میکنه، حرکت دیگر برنامه‌اش پیشنهاد میکنه، یک نفری مستقل برنامه‌اش پیشنهاد میکنه. انا او وقت انتخاب میشه و مردم انتخاب میکنه که حرکت سیاسی برنامه‌اش بعد از 10 سال کشوری اگراری با کشوری صنعتی، حرکت حزب سبز پس از 5 سال، حزب جگری پس از 2 سال مردم انتخاب میکنه. او وقت میشه برادر. حالا من ترا زبان رودکی قدی گفته هستم که در یک حالت جنگی یک حرکت سیاسی نمیتونه تمام گزینه‌ش تمام برنامه‌ش روی میز بکاره. منطقی نیست برادر، منطق استفاده بر. سلامت باشید برادر. درست بفهمید چه اگر ما بگیم حالت جنگی در قرار نداریم، رحمانوف هجوم را کشت، رحمانوف زندان کرد، رحمانوف هجوم میکنه، رحمانوف تجاوز میکنه، جنگ خودش همین. یعنی ما در یک مقابل یک دشمنی نامرئی ایستاده هستیم. چگونه شما تخیلاتون تصور میکنید که شما برنامه، من میگم تو بیا اعضای گروه شو، تو بیا اینجا شخصیت معین که ببینیم که کی است، تعقیب بزنید تو کی هستی، برات بگم که برنامه حرکت سیاسی گروهی بسیار پیش از انقلاب و بعد انقلاب، یعنی یک حرکت برادری از اگر خود یک نفر باشی ولی در این حرکت شاید ده ها و صدها نفر میشینن میگن که خب در اینجا باید این کار کرد، قدمی بعدی است، قدمی بعدی است، قدمی بعدی انقلابی است. شما درست باید بفهمید
درست بفهمید ما همچه یک حزب قانونی در داخل وطن حالا نیستیم رسمیت در پارلمان کشور شناخته شده باشه اعضا وکیل داشته باشیم در پارلمان و ما از ما طلب برنامه بکنه که 3 سال پس برنامه یعنی که پرزیدنتی است از حزب ابوگده آیا چی برنامه داره و کی است نامزد اون وقت میشوه ولی حاضر آیین‌نامه حرکت است حرکت سیاسی گروه 24 چگونه برنامه میخواد چگونه حزب میخواد چگونه ساختار میخواد و در هدفش چی است این چیزا در آیین‌نامه است برای این سایت گروه 24 از اونجا پیدا بکنید